عزیزم، 3 چیز است که قدر و قیمت میدهی. 3 چیز مهم. از همه مهمش ایمان است. در وقت آخری زمان ایمان به مانندی قوری آتش است. آن را به دست داشته نمی شود. اگر آتش را پرتوی از ایمان میمانی، در دستت داری میسوزی. دویم این جدا شدن است. این کار شوخی ندارد، لیکن انسان یک راه انتخاب میکند و به این راه میدراید. وقتش میشود میفهمد که راهی درست نبوده است. آهسته آهسته نه. بعد میگوید که مادام که به این راه در آمده ایم کمتر راه گردیم. نه بعد به هر یک قدم ناحقی هم راه میشود. عقل نمیداند که جدایی یک چیز جدی است که شوخی ندارد. لیکن انسان عائله داری را بازی داند. چی میشود؟ چی میشود امک قربان؟ در زندگی برای بازی کردن نآمده. میگوید به آدم آقای دکتر نگاه کن، اینجا مکانی تو است. در اینجا مگر بازیگری می شود؟ خدا ما را برای کارهای مهم روان کرده است. خیلی چیزهای مهم هم داده است. در انسان عشق و وقت را کشتن چی است میدانی؟ همه وقت میگفتید که کسی از اول خطا کند تا آخر خطا می رود. من نمیگویم، دیگرها نوشتن، من خوانده نقل میکنم. 3مش نکاح است پسرم. با این 3 چیز بازی نمیکنند. با دلی زنها هیچ وقت بازی نمیکنند. دلی زن به مانند موی سبک است. کمی شمال مهربانی بیند به هوا میپرد، لیکن در اصل خیلی مستحکم است. اکنون چی کاری کنی فایده ندارد. آفرین به تو زنم، خیلی تجربه دار هستی. راستی نمیدونستم که اینقدر هنرمندی خوب هستی. اول اومر رو از دستم گرفتی، اکنون برای جدا نشدن نغمه بازی میکنی ها؟ تو خطا میکنی. خطا میکنم؟ تو چه ها میگوی زنم؟ از حبس میترسم گفته از پلیس گریخته گشته ای. برای اومر رو از دست ندادن باز چی نیرنگه میگوی؟ سرما برای چی من رو عذاب میدی زنم؟ من به تو چی بدی کردم زنم؟ چی بدی کردم؟ بس بودگی من دیگر نمیتوانم. بس است هاشی چه شد صدقه؟ با ثروت پیشتر بر این بچه ها نرفیده باشده؟ خدایا صدقه نبیره من دیوانه است که با یک چادو ما رفتن. وای نبیره بابای عجیبه. از کجا دانم؟ ناخواست همان چاه به یادم اومد. خس کنی صدقه کفتن آدمم دیم. زحمت نکشید مادر جان، وای رفت. من فکرم با دختری بیچاره یکون چیز گفتی که رفت. چی شد؟ چی واقع؟ چی میشد حمزه؟ تو میوی گفته برایت خوراک تیار کرده بودم، بیا خور. اشتها ندارم حلیمه، اشتها ندارم. چی شد حمزه؟ چرا طبعت خیره؟ کارهای کرده فکرت مرا دیوانه میکند. شبان زن رو همراهش به خونه آورده است. باز وقتی که علیه کودکاش رو گرفته برای آشتی کردن آمده بود. این بچه دیوانه شده است، تماما دیوانه شده است. چه شد با این عائله؟ چه شد؟ همه شایب من. امانت پدرم رو صاحب کردن نتوانستم. به وعده دادم وفا نکردم. عائله عدلی ها در نزد چشمم پراکنده می شود و من هیچ کار کردن نمی توانم. خدایا حمزه آروم شو، آخر گناه تو چیست؟ تو گپ نزن حلیمه، گپ نزن. الو، ما همش رو میدونم. او رو باید نگاه داریم. اگر گپ زند هر دویمان نابود میشویم. ترسوندم، لیکن باز هم با او باوری ندارم. حاضر با او گپ میزنم. این کار رو باید حل کنم. دیوانه است، معلوم نمیشود.
خیر دخترکم تو بگو جون دخترکم اویله علیا ویرون شد سنم رو هم دیدی بس یک اویله رو ویرون نکنی دخترم وگرنه پدرت. مادر جان بس است. وای خدایا تیمور جان پسرم تو اینجا بودی؟ صبحتان بخیر مادر جان. صبح بخیر سلمان. صبح بخیر پسرکم. من به شما نگفتم مگر من در همین نزدیکی های شما خانه خریدم. اوه راست میگویی چقدر کاری خوب کردی مبارک شود همسایه شدیم همین خیلی با خدا از من دیده سرما بسیارتر خوشحال شد همین تمنیه دخترم. وای ببخشید رفتنم لازم. سرما من هنوز امید دارم. امیدت را گم نکن پسرم من او را راضی میکنم تو اصلا غم مخور. عمر با تو گپ زدن میخواهم بخورده میتوانیم؟ مایلش سرما البته. خوب تو رو در باغ انتظار میشوم. مایلش. چی شد سرما؟ چی گفتم میخوایی؟ اکنون با هم دیگر همین خیل مثل بیگانگان مناسبت میکنیم عمر. وقتای آخر به تو نگاه میکنم و نمیشناسم. میخواهم دانم که اون عمری که مرا دوست میداشت کجاست؟ جوابش معلوم است سرما. مرا گناهگار میکنی که عوض شده ای. لیکن تو چی؟ اون آدمی که از کجا آمدنش معلوم نیست با تو نزدیک شدن میخواهد. عمر مگر تنها من گناهگارم؟ مگر این من خطا کرده خانه‌دار شدم؟ من هم پدر و مادر دارم. آنها هم مرا خانه‌دار کردن میخواهند. مرا خوشبخت کردن میخواهند. میفهمی؟ در این خیل جایها با آوازی بلند گپ نمیزنند. آدمان نادرست میفهمند. کسی که چه خیلی که میخواهد فهمیدن گیرد عمر. مادامی که نیتت مثلا خوبی کردن بود برای چی به من نگفتی؟ ترسیدی که رفته به همه میگویم. نخود من همین قدر از موقعیت برآمده همه با باشم. ما نگاه میکنن. در این باره بد گپ میزنی. نه عمر بد گپ نمیزنیم. تو مرا گناهگار کرده خودت رو بیگناه میبروری. میدونی عمر چی فکر میکنم؟ شاید در اول پسندم از روی رحمت خانه‌دار شده بعد همش عوض شد که میدونم. شاید با یک دیگر عاشق شده باشید و دیگر جدا شدن هم نمیخواهید. همین طور نه؟ چونان گپ میزنی که گویا مرا نمیشناخته باشی. این خیلی باشد به من خطا کردنم رو اثبات کن عمر. اثبات کن که من حق نیستم. اگر به من اثبات کردن نتوانی معلوم میشود که من حق هستم و چه خیلی که پدر و مادرم میخوان همون خیلی میکنم. رابعه علیا چی شد؟ تقا جان پسرم ثروت از خانه گریخت. همه جا را دیدیم نیست. او به اینجا نامده است. ندیدیم نامده است. صبر کنید همراه میکابیم. آرام شو دختر او را البته میابیم. غم نخورید انشالله میابیم. در محل است. کجا میره؟ خوری کرده ای پدرش رو دیده بیچاره بچه دیوانه شد. این فکرت ابله با چی کار کرد؟ رفتیم اکا رفتیم. شکمت رو سیر کن. جوی خوابت رو تیار کردم. وقتی که شکمت سیر شد براحت خواب میکنی. جانم شما خیلی خوب بسته دپر جمیله. کاش که بچه هایتون زنده می بودن. بچه های من زنده اند. زنده. آوازت رو نبرار. تو رو به هیچ کس نمیدی. آوازت رو نبرار. فهمیدم.
апай ҷамила даф шав аз инҷо, даф шав. кушо дароз барои бо ту гап задан омадам. ташаккур ба шумо модарҷон. бо иштиҳои ту. худоё, духтарам омадааст. хуш омадӣ. оғои темур омадааст, мешунавӣ? ин духтар ҳама вақт гирья мекунад. гапи модарашро гӯш кунад, хушбахт мешавад, лекин гӯш намекунад. апаҷон, бо акай Умар гап задед? гап задам. баё гуфтам ки агар маро дӯст дорӣ исбот кун. умар маро дӯст намедорад. не, вай санамро дӯст медорад. ӯро дӯст медорад. беақлӣ накун апа. оғои Тимур ҳам зуд ба хона меояд. гӯш кун апа, боз ба гапҳои модарам бовар карда розӣ нашавӣ. акай Умар туро дӯст медорад, фаҳмидӣ? дӯст медорад. боз ягон беақлӣ накунӣ. ҳамаашро медонам барои чӣ ту ба ин маҳалла омадаӣ. бо вай одам чӣ кор карданатро медонам. ҳамаашро мегӯям. намегузорам ки оиларо вайрон кунӣ. фикрат ки будани туро фаҳмад. агар фаҳмад туро мекушам зани беақл. мо барои ин кор чанд моҳ тайёрӣ дидем. фикр мекунӣ ки ба ту иҷозат медиҳем ки нақшаро вайрон кунӣ? ки бовар мекунад агар ин корро кунӣ туро ба девонахона ҷой мекунам. ба он ҷой мехоҳӣ? ба он ҷо рафтан намехоҳам. не ин хел бошад. забонатро нигоҳ дор, гӯшҳоятро маҳкам кун, чашмонатро пӯш. фаҳмидӣ? боз бачаҳоро ҳам фикр кун. ба онҳо зарар додан намехоҳам. Занибар, апа Ҷамиларо сар диҳед. даматро гир. яъне ҳамашро шунидӣ. сардаи сарамро рав аз ин ҷо. апа, мубориза бар. мо якдигарро чунон дӯст медоштем ки зӯри ҳеҷ кас ба ҷудо кардани мо намерасид. медонӣ Саида, дар мактаб ҳамсинфаҳо ба якдигар шарт мекарданд ки маро аз Умар ҷудо мекунанд. барои ишқамонро санҷидан хеле найрангҳо бофтанд. медонӣ чӣ шуд? аз он найрангҳоашон ҳеҷ чиз набаромад. ман ба онҳо гуфтам ки зӯри шумо ба ҷудо кардани ман Умар намерасад. кошки ҳамон вақти гапҳоро намегуфтам. пушаймонам Саида, чаро ин гапро гуфтам? чаро ҳамон вақт гапро калон задам? чаро ҳамон вақт ин хел гуфтам? чаро ана дидӣ чӣ шуд? ӯро аз ман ҷудо карданд. ором шав апа. маро аз дасти ин девона халос кунед. ёридед. сарватар дарун аст. барои ӯро гирифтам ба инҷо омадам, лекин ба ман додан нахост. аҳволамро бинед. бо ман чӣ кор модарҷон? ман ягон кори бад накардам. ман ӯро хостам муҳофизат кунам. кӯдак худаш ба назди ман омад. писарамро ту гирезонди. вақте ки омадам кӯдакро буғӣ мекард. дурӯғ мегӯяд. рафтем писарам, рафтем аз инҷо. алия, кӯдакро аз инҷо баро. шумо хеле зани бад ҳастед. медонам писарам. зани бад аст модарҷон. хеле бад аст. рафтем тавоҷо. фикрам, рафтем аз инҷо метарсам. ба худо ягон кор накардам. дигар ин хел нафурсам. писаракам, аз тарс қариб моро мекуштӣ. вай зани бад падарамро фиреб медиҳад. апа Ҷамила ҳамашро гуфт. шунидам. вай зани бад аст. медонем писарам, вай зани бад аст. хеле бад аст модарҷон, хеле бад аст. ба сидиқа занг зан ки ӯро ёфтем. майлаш модарҷон, занг мезанам. маро қариб мекушт фикрат. хеле тарсидам. апаи Ҷамила девона шудааст. сарватро ба як азоб халос кардам. нигоҳ кун, ҳанӯз дасту поям меларзад. шукр ки ту ҳастӣ фикрат. ҳайф ба ту. ин оиларо вайрон кардӣ, кӯдакҳоро парешон кардӣ. дигар ба чашмам нанамо. салом наде ва маро амак нагӯй. амак?
با زندگی من کاردار نشوه. تلفنت هاشم. الو روی افتاد. مایلش تشکر. چی یفت ثروت رو؟ صدقه ثروت رو پیدا کردم با خانه میروم. خدا را شکر. من هرچی زودتر باید رو بینم. ایسا با کجا میروی؟ بگوش نکنم پگاه میبینی. من باید زود رفتن برم رو بینم. کمی دم گیریم بعد میبینی اما یکون چیز خوریم. یکو خوراک گرسنه ماندم. تو کیسر بودی؟ حاضر وقتی خوردن است مگر؟ گرسنه ماندن وقت و ساعت ندارد. میگویند که کسی که بسیار میخورد 10 معده دارد. 9 تاش از شیطان، 1 تاش از خودش. باور نمیکنم. تو چه میگویی صدیقه؟ تو من رو میترسانی ها؟ باز میگویند که یک آدم اگر این قدر بسیار خورد در گرد و اطرافش 9 تا شیطان پیدا میشود. فهمیدی هاشم؟ صدیقه پدر جون من تیار میکنم. تشکر دخترم، تیار کن. چخلی که میگوید مریم سیر مرده. فکرت به این زن بگوی با کارهای من کاردار نشود یا این که او رو از نظرم دور کن. دنیا سوزد پروا ندارد. یک چیز دارد، شکمش. گرسنه مگر هاشی در این خانه ماتم است. کجایم نتیره های زیبایی من؟ صدیقه با خدا مرا بیزار کرده. با تو گفتم که گرسنه هستم، خوردن میخواهم، میفهمی؟ با مور گفتن که مرده است آخه تو نخواد نفهمی همین را. صدیقه جان آقا جان برای چی خواب نمیکنی؟ مرا گوش نمیکنن. وای زنی بد پدر و مادرم رو جدا کرد. اگه جدا میشون هرگیز دیگر به خونه بی بابایمو نمیروه. گریه نکن آقا جان، گریه نکن. گریه نکن آقا جان، گریه نکن. آقا جان گریه نکن. التماس گریه نکن. گریه نکن. اوه هوشی مرا بیزار کردی. هر شب همین خیر. صدیقه این رو جمع کن، صدیقه اون رو جمع کن. عاشقان رو خواب میبرد و گرسنه رانیه. با خدا اگر در خوابم یکم چیزی خوردنی بینم تو رو میخورم. وای چه شده؟ در آنجا کسی هست؟ فکرت بدگیست. آنها با اتاقای الهیده در آمدن. این صدا از اون خونه میوید. هاشم کنی رفته یک خبر گیر. خیز صدیقه با خدا دیوانه شده ای. مایلش میرویم. لیکن وقتی که به آشخانه می درایم یک چیز بخورم. خور هاشم خور. هیچ کس نیست صدیقه. صدای شنیدی؟ صدای شکمم بود.
که باشد برای چی در آنجا میستی؟ زود بیا. اومدم صدیقه اومدم. من میترسم. نترس اومدم. جمیله تو همش رو میدونی. با جدا شدنی آنها تنها تو مانع شده میتوانی، چون که تو همش رو میدونی. رفته با پدر و مادرشون گپ زن جمیله و شیطان رو دفع کند. میدونی اگر پدر و مادرشون جدا شوند کودکو خیلی گریه میکنه. جمیله رفته گپ زن. نترس جمیله و شیطان رو دفع کند. رو جمیله. ایشیل حالا هم تیار نیستی؟ تیارم فکرت. الو باید یک حشرات رو نیست کنم. روز بخیر مریم. ایشیل خدا حافظ. صبح بخیر. تو با کی گپ زدی؟ وای دوگانم مریم. بیا رفتیم. فکرت لابای مادر. پسرم بیا هنوز دیر نشده از این زن دست کش. من با علیا گپ میزنم. بس مادر وای مسئله اکنون تمام شد. صدیقه چی شد هاشیم؟ داد نزن نوازت میگیرد. این احوال را بین صدیقه، این احوال را بین. کسی به آشخانه در آمده همه خوراک ها را خورده است. من به تو نگفتم که شب به خانه دوست در آمده بود. پولهایم را گرفته باشن من میمورم. پول جان ای خدا جان در همینجا است. نه در همینجا جان های من نازنین خود مرا کسی کار داشته است نیافته صدیقه خدا جان همه چیز امتحان داره. تو هم با این آدم را امتحان میکنی. میدونم آیلم ویران میشود. فکری هاشیم در پول است. پول های دست خدایا از اون بار توبه قریب که خودم رو گناهکار میکردم. خدا جان توبه. نقل میکنم همه‌اش رو نقل میکنم. کودک‌ها رو خلاص میکنم. خانه‌اش رو ویران نمیشود. نه ویران نمیشود. اگر مرا به دیوانه خونه برد چی؟ اگر بچه ها رو کشد چی؟ نه به این طاقت ندارم. اول به نزد مادرش میروم. به او گپ میزنم. به من باید باور کند. رو جمیله نترس. به تو باید باور کند. رو جمیله نترس آخر بیرو. دخترم خیلی زیق شدم. امروز جدا میشوی. شاید باز فکر میکنی. تیار هستید مادر جان؟ تیارم دخترم. من میکشم. بیایید مادر جان میرویم. من یکون چی نفتم. التماس من رو به دیوان خونه نبرید. با وجه های یکون کار نکردم. التماس من میروم. من نگاه کنید. من رفتم. خدایا من رفتم. رفتیم دیر نمونیم. رفتیم دخترم. هاشیم همه وقت غیر از شکمت دیگر از هیچ چیز خبر نداری. آدم نه بیره‌هایش رو فکر میکند نه فرزندهایش رو. چیزی که نباشد برای او میپزم. برای چی من به اینجا فرمادم؟ اینجا هم نیست. در کجا باشد؟ برای چی فرمادم؟ خدا. سنم
санам духтарам санам духтараки бадбахта санам натарс духтарам ин манам яъне дузди ошхона ту будем куҷо шуд охир падарро набина духтарам ки медонад чӣ мешавад духтарам санам худатро нишона де духтарам ҷонам санам зебоя جمیله باز ترسیدی باز خیلی ترسیدی میگوریزیدی میگوری حیف تو حیف لیکن بچه ها گریه میکنند آنها خیلی زیر میشون گفته ندانست جمیله نترس جمیله اگر موری هم به دیوان خونه برم کودک گریه نکنند پدر و مادرشون جدا نشوند رم جمیله کودک هایت را سالمی نکردی مردند هیچ نباشد این کودک ها را سالمی کن رم جمیله نترس آخر بیرم زیر نشوید همش خوب میشود مادر جان انشالله پسرم ما شما رو انتظار بودم چرا دیر کردید غم نخورید همش رو حل میکنیم کودکان با شما میمانند با من باور کنید چون که همه دلیل ها به فایده شما من با شما خانم علیه در مرافعه چی گفتنتون رو میگویم من تو رو همچون برادر میدانستم لیکن تو چقدر آدمی پست بوده ای چقدر آدمی بی شرم و بی حیا و بی ناموس بوده ای بس کن هم از اینجا مرا عصبی نکن دعا کن که تو خیسته نمیتونی وگرنه شد فکرت رو از اینجا دعا کن که من با فای خسته نمیتوانم وگرنه میدونستی بابا تو چیکار میکردم ابله نامرد تو فهمیدی فکرت آرام گوش کن شفرت رو به وی نده جدا نشو وی زن کژدم است آخر التماس اپای جمیله مرا راحت گذارید من قرارم رو دادم تیر از کمون برآمد خاموش از شوهرت جدا نشو وگرنه چیزهای بد میشود کارهای بد میشود دهید مرا جمیله برو سردی بس جمیله جان رفتیم پسرم رفتیم مرا دیوانه میگویند لیکن من همش رو میدونم مرا میترسانند که نگویم لیکن من میگویم به تو میگویم گوش کن بس اپای جمیله من به بیرون میرم صدیقه میدانی در خانه برای من خوراک نیست معلوم گرسنه به کار رفتن خیلی مشکل چه خیلی که میگویند آدمی گرسنه مثل سگی دیوانه صدیقه تو برای چی این خیلی استاده ای؟ چی شد؟ چیز هاشیم تو رو هاشیم رو هاشیم رفت در خانه غیر از ما دیگر هیچ کس نیست کریم گذر شین دخترم شین در همین جا بودی و من تو رو ندیدم دخترم چی کار میکنی دخترم اکنون همه وقت همین خیلی پنهان میشه نمیدونم مادر نمیدونم عقلم کار نمیکنم من به تو کمک میکنم دخترم دلم در حبس بودنی تو رو نمیبردارم تو نترس دخترم در اینجا بودنی تو رو هیچ کس نمیفهمه درست نمونده لباسهایتم افلاس شدن حالا که در خونه هیچ کس نیست رفته و بازی کن لباسهای تازه پوش من به تو خوراک میپزم جانکم نه مادر جان با من تلفن لازم تلفن با کی زنگ میزنی؟ با عمر یک زنگ زنم خدا میگویم دعواگر علی عدلی جوابگر فکرت عدلی آقای ادکت این کارو به زودی حل کنید مایلش خانم شما راحت باشید
الو سنم در کجایی؟ مایلش سنم حاضر می آیم باز به یگان جا نروی مرا فهمیدی حاضر می آیم التماس سنم تمام سرما سلام اپا. سعیده؟ در اینجا یک کار داشتم. تو رو هم یک بینم گفتم. همراه به خانه میرویم. اپا باز چی شد؟ با اکای عمر گپ زدی؟ بس کن سعیده بس کن در این موضوع گپ نزن. دخترم خوب هستی؟ خوبم مادر جون. تنها برای بچه ها دلم میسوزد. لیکن چه گویم من خیلی راحت شدم. همه‌اش خوب میشود دخترم. میدونم مادر جون. خیلی کوشش کردم. خیلی طاقت کردم. من هم نمیخواستم که این خیلی شود. میدونم دخترم. از او دهش نبر اومدی جمیلم. نبر اومدی. نمیگذارم ایشی. بازی تو رو ویران میکنم. نگاه کن اکجا نگاه کن لونه پرنده. مادرش برای بچه هایش خوراک جمع میکند. بعد کمی آنها را سیر میکند. بعد بچه هایش کلان میشوند. همین خیلی خوب رفته؟ بله خوب رفته. پدرشون در کجا باشد؟ به فکرم برای خوراک رفتگی. چقدر اوله خوب همین طور نه؟ بله خیلی اوله خوب. اکا جان چیکار میکنی؟ اکا جان نکن سرد نکن آنها رو بیرون نکن اکا جان نکن نگفتم ثروت بچه ها زود با مدیر خبر رسونیم او رو بیمارخانه میبریم. مالش معلومه رفته بچه ها رفته. ثروت همشیره کمک کنید دکتر رو جیغ زودتر به اینجا. زودتر بیارید زودتر با اتاق. فکرت تو کی بودنی اون زن رو نمیدانی میفهمی؟ نمیدانی؟ شما چی ها میگویید؟ درباره ایشی همه چیز رو میدانم. زینهار با او خانه دور نشو که پشیمان بشوی. چی؟ من رفتم. دیوانم با تو چی گفت؟ گفت که با تو خانه دور نشوم. این وقت خیلی چیزها میگوید. بله راست اما خدایا یک دیوانه است با او اهمیت نده. بیا به خانه رویم. ما با بیمارخانه نمی رویم برای سنجش خوب. راست برای آماده شدن به توی رفتیم. ثروت پسرم در کجاست؟ در اتاق آقای عمر. طرف. خواطر نشوید. حاضر دختر رو طبابت میکند. آرام شوید. شد دخترم آرام شو. شما مادرش هستید همینطور نه؟ چی شد با پسرم؟ چی شد؟ بالانه پرنده سنگ پرتافت. سنگ آمده به سری خودش زد. لیکن شما ذکر نشوید. همش خوب میشود. ثروت این خیلی بچه نیست. وای مورچه رو آزار نمیدن. دخترم آرام شو. بعضی حادثه ها میتوانند همیشه رفتاری بچه ها رو دیگر سازند. شاید از شوهرم جدا شدم. شاید برای همین باشد. خاله رابیه من رو یاد ندارید؟ من رو با یعقوب در یک صنف میخوندیم. پدرم معلم بودند. البته رویا
خدایا خدایا اینقدر کلام شده خوب هستی. شکر. شما آبای علیه. یعقوب درباره تو نقل کرد. او گفت که تو در اینجا معلمه شده ای. بله. میدونید ما با ثروت بسیار جنجال میکنیم. مادر جون ثروت پسرم. یگون چیز نشده است، نترسید، همش خوب است. به زودی میگذرد، صحت میشود، غم نخورید. پسرم ببخشید، ما برای نکاح کردن باید از تشخیص گذاریم. با کجا مراجعه کنیم؟ مرحمت به اینجا گذارید. اتاق دستی چپ. اینقدر سراسیمه هستید؟ بی اخلاق دفشم. علیا بس کن، با تو گفتم بس کن. دیگر شما را نبینم. من تو رو میخوام. فکرت نگاه کن فکرت، نگاه کن. چشمت را از من نکن. نگاه کن، نگاه کن. این چشم ها تو را دوست داشته بودند. فکرت، به اینها نگاه کن. برای چی چشمانت را از من میگریزانی؟ برای چی نگاه نمیکنی؟ فکر نکن که حالا برای این چشما تو قدری داری. همش در گذشته ماند. در گذشته آنها به تو حیران نگاه میکردند، لیکن اکنون در نظر آنها یک حرامی هستی. بگو برای به خانه ما آمدن اجازت پرسیده بودید. مادرم هم از آمدنتون خیلی خرسند می شود. بگو شما رو انتظاریم آقای تیمور. رفتیم. به خدا اپا تو دیوانه شده ای. شما رو انتظاریم گفتن چی معنی دارد؟ اپا ما رو میشنوی؟ با من کردار نشب سیده، کردار نشب. دخترم چی شد؟ رو خیلی رنجوندم مادر. اومه رو خیلی رنجوندم. از برای من خیلی عذاب کشید. یک مراتب همه رو خوشبخت نکردم. بلوی سرش شدم. بله دیگر چاره نیست. تمام. دخترم تو تسلیم میشم. دیگر راه نیست. با مرگ افزده تسلیم میشم. بعد جدا میشویم. دخترم فرض دیگر راه نیست مادر. فرض کردیم که جدا شدی، بعد چی میشود؟ بعد چی کار میکنی دخترم؟ تو این رو فکر کردی سنم؟ من خودم رو سرشته میکنم. دلت رو مجبور کرده نمیتوانی، چشمانت رو پنهان کرده نمیتوانی. دخترم، جان و جگرم، خودت نفهمیده موندی که چخیل با عمر عاشق شده. همون خیل گپ زد دخترم. دلت رو گوش کن. شید من حاضر. خوش آمدی عمر، خوش آمدی. چی گفتی؟
راست میگویی حلیمه؟ بخیر شود. دیگر چی گویم؟ عمر چی شد مادر جان؟ امروز برای خواستگاری سرمه می آیند. کی؟ یک جوانی که نو به محله آمده است. آقای تیمور. کسی آمد؟ شود علی عزیق نشو. کاری شده شد. بعد همه این کارهایش از فکرت دیگر خوبی رو انتظار نشو. رویا خوش آمدی دخترم. رویا آمده است؟ رویا رویا خوش آمدی. سلام یعقوب. یعقوب اجازت میدهی که گذاری؟ بخشش. مرحمت. گذر. مرحمت. خوش آمدید معلم. خوش باشی. وای گفتم ثروت رو یک خبر گیرم، برای همین اومدم. چی حال داری؟ خوب هستی؟ خوبم معلم. مرحمت چین دخترم. خوش آمدی. خوش باشی. دخترم رویا، تو هم کلان شده معلمه شده. وقت چقدر تیز میگذرد. دیر هم موندی سنم. باید دیروز تسلیم میشدی. مایلش تسلیم میشوم عمر. تسلیم میشوم. گفتم کو میبینی آزاد میشوی. ینگه فردوس رو تو نکشته ای. پلیس رو هم تو نکشتی. حقیقت روی آب میبراید. ادوکاتی خوب میگیریم. تو غم نخور. سنم سنم سنم. عمر پسرم بیا به اینجاشین به تو یک چیز میگویم. میدونی سنم برای چی میگریزد؟ میترسد که به تو میماند پسرم. از تو جدا شدن نمیخواهد. تو رو دوست میدارد. با تو عاشق شده است. نمیبینی؟ یگانه چیزی که میخواهد این تویی. برای همین از حبس میترسد. آخر در جایی که تو نیستی بودن نمیخواهد. چخیل عاشق شده از خودش نفهمیده مونده است. سنم تموم. میتوانیم رویم. من تیارم. چقدر در خجالت مونده بودم. چای نوشید بچه ها. تشکر به شما. میدونی دیر شد. من اکنون روم. باز کمی می نشستی دخترم. من تو رو گسل میکنم. خودت رو عذاب نده. ببخش. من نمیخواستم. هیچ گپ نه. عادت کردم. خداحافظ دخترم. باز بیا میلش. خداحافظ میلش. چی شده شیر؟ وای نه به یادم اومد. به همسایه پیشینم وعده داده بودم. گفتم میدرویم. یک چیز به اون میدادم. زود میآیم. تو به خونه رم. اگر خواهی همراه میرویم. نه تو رو. من از پست میآیم. آخر التماس فکرت.
سعیده دخترم، شیرینی ها تیار شدند؟ شد مادر شد. خدا و تو هم آقای تیمور برای شوهر دید دخترم. از این هارونی بی پولی بیکار خوجا چی میگیری؟ عقلی سرما در اومد. دختری خواندگی دیگر است. سرما عقلش را کار فرموده توانیست. خدایا چنان در هیجانم که علیما چرا در هیجانه؟ سراسیمه؟ چرا در هیجان نباشم حمزه؟ در این خیل روزی خوشبختی دخترم سراسیمه نشوم کی سراسیمه میشوم؟ این مهمان کی میاد؟ سرما تو چه خودکشی کردنی هستی؟ بله سیده، خودکشی میکنم. سنم با بهانه خودکشی عمر رو از دستم کشیده گرفت. اکنون نوبت من. یعنی میبینیم که عمر مرا هم خلاص میکند. اگر در حقیقت دوست دارد آمده مرا خلاص میکند. ببخش عمر، تو رو خیلی عذاب دادم. من چرا تو رو باید عذاب دیم؟ چرا باید تو عذاب کشی؟ شد سنم شد. حاضر وقتی این گپ نیست. همش خوب می شود. اکای عمر اگر حاضر اومده یکم کار نکنید سرما با تیمور نامزد می شود. التماس زود بیایی. سعیده. عمر نمیرویم. تمام رفتیم. دخترم خدا نگهبانت باشد. نترس میلش، همش خوب می شود. دختری بدبختتان رو ببخشید. بخشیدم جانم. دخترکم خدایا دخترم رو در پناهت نگه دار و خوشبخت کن. ها؟ تنها آمدی؟ ایشیل کمی کار دارد، حاضر می آید. اکای عمر التماس آمده این دختر دیوانه رو نجات دهید. تو با تلفنی من چی کار میکنی؟ هیچ، نگاه میکردم. در اینجا چیکار میکنی؟ عقلت را خورده ای مگر؟ کارهای تو هم خوب میروند؟ برای چی آمدی؟ نباید ما را یک جا بینند. آمدم که به تو موفقیت گویم. همش از رای نقشه میروند؟ بله جانم، به من همین قدر باور دارد که از این زیاد باور کرده نمیشود. آفرین به تو. قدمی اول تمام. قدمی دویم خانه‌دار شوی تو و فکرت. قدمی سیوم زمین لرزه. در عددی ها زمین لرزه می شود. تا آنها را نابود نکنیم از این محل نمی رویم. یک به یک سرهایشان را می گیریم. سر یکم را تو گرفتی. آفرین. و نزدیکی همه مال و ملک آقای هاشم را صاحب می شویم. و من برای سر دیوم را گرفتن می روم. مرا انتظارم. مشکل بود لیکن به فکرم خانم سرما راضی شد. لیکن من چنین حس می کنم که آنها گویا مرا می شناسند. اکنون را باز نبینند. این خیلی باشد به تو موفقیت.
توجه. جدیدترین پدیده در سینمای تاجیک. نون تو شکستگی. مردم چی میگوین؟ همش نخوشم. خوشی جان ایش چیز. التماس مرا تنها نگذار عمر. زودتر بیا. این خیلی نمیشود دخترم. میدانم که حیرانی، چیکار کردنت رو نمیدانی، لیکن ما با مادرت قرار دادیم که تو رو خانه‌دار کنیم. تو ما رو گوش میکنی دخترم؟ گوش میکنی؟ بله پدر. تو دیدی عشق علیه و فکرت با چی انجامید؟ عشق عائله رو مستحکم نمیکنن. اول باوری، بعد حرمت لازم. اگر اینها نباشند عائله ویران می شود. باور کن ما پدر و مادرت البته پیش از همه خوشبختی تو رو می خواهیم. باور کن دخترم. بغیر از این می خواهیم با شخصی و شوهر برای که ما با او باوری داریم و خیلی حرمت می کنیم. پدر عشقت رو فکر نکن و تو همچون پدر مصلحت می دیم. عقلت رو کار فرما، نه اینکه دلت رو. ما میخواهیم که عائله خوب برپا کنی، عائله که در آینده مثل عائله فکرت پراکنده نمی شود. مرا فهمیدی؟ حمزه مهمان اومد. بیا رفته یک جای پیشواز گیریم. سیله در کجاست؟ چرا نمیتابد؟ آمدم پسرم آمدم. آمده پسرکم، خوش آمدی. خوش باشید مادر جان. مرحمت درو. چرا ایستادی؟ عمر میخوام یک چیز رو دانی. چی رو؟ تو رو دوست میدارم عمر. تو رو خیلی دوست میدارم. اکنون از تو جدا شدن نمیخواهم. تو رو نبینم میمیرم. التماس مرا مجبور نکن که تسلیم شوم. التماس تا بیگناه بر اومدنم در یک آنچه مرا پنهان کن. التماس عمر، من بی تو نمیتوانم. акай умар зудтар рафтем. агар наравед сурма таклифи оғои темурро қабул мекунад. илтимос рафтем ака. шумо маро мешунавед акай умар. зудтар шитобед. рафтем. сурма ягон беақлӣ накарда ӯро нигоҳ доред. зудтар акай умар. рафтем.
عمر این تنها یک آرزوی من بود. تنها یک آرزوی من بود. ببخش. رو با نزدی سرما رو. التماس. من خودم رفته تسلیم میشم. التماس عمر، یک دیگرمون رو فریب ندی. تو سرما رو دوست میداری. قرار دادن بین عقل و احساس ایستادن است. حقیقت را یافتن و عشق از دست ندادن. بس کن شیطان، بس کن. در کجایی عمر؟ بیا مرا خلاص کن. سرما دخترم با اینجا بیا. تیمور تو را انتظار است. حتی انگشتری نامزدی را آورده است. زود میپوشه. این صدای در بود مادر جان. دخترم تو چی خواب میبینی؟ باز چی خیل در؟ کنی زودتر با اینجا بیا. مایلش عمر، یعنی با مردن من راضی هستی؟ مایلش، من هم تو رو در قلبم میکشم عمر، میکشم. برای چی اکای عمر؟ برای چی؟ برای چی نمیوید؟ برای چی سرما رو از دست میدی؟